بسم الله الرحمن الرحیم. موج 12 عملیات وعده صادق 4 در عرصه دریایی با حمله به اهداف ثابت و متحرک ارتش متخاصم آمریکا در تنگه هرمز و 3 کشور کویت، امارات و بحرین با شلیک 26 پهپاد تهاجمی و 5 فروند موشک بالستیک اقدام قاطع و هدفمند نیروی دریایی سپاه پاسداران را علیه پایگاه‌های دشمن به نمایش گذاشت. در این عملیات‌های غرورآفرین پایگاه آمریکایی عریفجان در کویت در 2 مرحله با 12 فروند پهپاد هدف قرار گرفت. مرکز فرماندهی و کنترل نظامی آمریکا در پایگاه منهاد امارات با 6 فروند پهپاد و 5 فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت. تأسیسات باقی مانده ناوگان دریایی آمریکا در بحرین با 6 فروند پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شدند. تانکر سوخترسان آتن‌نوا از متحدان آمریکا در تنگه هرمز در پی اصابت 2 فروند پهپاد همچنان در حال سوختن است.